الو. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. محمدشرif ابدوعلیم. من ابو محمد مدنی هستم. و الحمدلله آواز شما بیند در حالت قطع شوی میبیاد. میخواستم یک صحبت بکنیم. او همون 42 دقیقه صحبتی که شما کردید به من روان کردم. مقصد شما اینجا چندین بار تکرار کردین که من باب نصیحت بود، لیکن بعضی چیزهایی که گفتن شرط نبود، من باب مثل که طعنه بر این بود. از همین جهت میخواستم که یعنی چی میخواستین بگین؟ البته ما در حق برادر شما که چیزی که گفتیم به من کسی که من باب تباین گفته بودیم، کسایی که گفته بودند و بعد از این موقتی برادر شما بحث کرده بودیم. بله من نمیدونم برادر، من قطعی بر ما بحث کردن شما رو نمیدونم. وقتی که من ساعتی خطر برای ما روان کردن که خودت بحث کسی قطعی با من و با برادرم فهمو، من گفتم که با من بحث کردگی نیست. نه من اینجا خود شما رو بیان نکردم که من خوب دقت بدید به همون بحث. یک چند چیز شما خطا فهمیدین. یکم شما فکر کردید که من گفتم من بحث کردم به شما. نه، من به برادر شما کردم و تسجیل وجود دارد و خودی هم محمد طاهر سوال کنید با خبر است در این مسائل و چیزهایی که در همون 16 دقیقه هست رده که زدم، یعنی از تسجیل شما هم همچنین چیزها رو شنیدم، از تسجیل اونم من باب یک طالب علم بیان کرده بودم. البته اما اینجا گفتین شما جایی که کفر است کفر نمیگویید، به مانند اینکه لامکان کسی گفته که بدعت میگه تمام. نه، این درست نیست. خوب دقت بدید، ما نه بدعت مکفره میگیم و این دیگر درس هم هست دیگه. در وقتی میگید که این بدعت است، میگید این بدعت است، گفته بالا خودم نه بدعت نیست بلکه کفر است، گفته بیان کردم. البته است که وقتی که شما مثلا پیشتر یک ساعت در آنلاین تا صحبت کردید برای من فرستادن، فهمو؟ بله برای من فرستادن تقریبا یک دقیقه فرستادن که شما در همون ساعت آنلاین تون میگید که من با محمدشرف ابدوعلیم رو با صحبت کردم، بحث کردم. نه باور بکنین محمدشرف ابدوعلیم، باور بکنین ما برادرای نزدیکای داریم. اگر خواستید به همون امام میبرید، به دیگر برادرها صحبت میکنید. ما به هیچ کسی سخن دروغی نگفتیم و نمیگوییم. چه خیلی که خودش ما گفتید قسم خور را دوست می‌دارید و امروز همین روز شده است. گپ همین جاست که ما به کسی نگفتیم که به محمدشرف خطاش اینجا به شما تسجیل کردن، روان کردن و اینجا ببینید که بین من و شما صوفی هم هستن که میخوان که ما به هم دیگر خونخوری بکنیم، صوفی ها تماشا بکنن، برای اینکه شما هم به صوفی ها کشمکش زیاد دارید و ما هم داریم. لیکن گپ اینجاست که ما گفتیم به برادر محمد عزیز محمدشرف ابدوعلیم صحبت کردیم. من به خود شما اولین بار است در عمرم که صحبت میکنم، فهمیدین؟ از همین جهت بله من قد شما نه، لیکن به برادر شما محمد طاهر صحبت کردیم. وقتی که ما گوش کردیم و دمی که شما سال چه میمونه تو برادر من نیست. برادر عزیز گوش بکنید محمدشرف، اینجا مشکل اینجاست که گفتن تباین نکردیم. ما تباینی که کردیم به همین درجه رسید. ما تقریبا یک ماه هست که نمیخواستیم فهمیم و به من تقریبا 4-5 طالب علم از همون خود مصر که شما رو و گرد اطراف شما رو میشناسن خبر دادن که همین است. منم در بالای اساس همین سخن همونو بعد از گویا که تحقیقی کردم این سخن رو برآوردم و البته من اون یک تسجیل کردم و در مسائل مختصرا جواب دادم که البته این خطا شده است و برادرایی که به من معلومات دادن خطا کردند. لیکن بیایید من و شما اگر خواهید تنها به تنها یا که بهترش در بین مردم چخیلی که شما گفتید بحث درباره چخیلی که شما صحبت‌های زیاد دارید در باره عذر بالجهل صحبت بکنیم در این باب، یک آنلاینی در بین مردم. چخیلی که شما میگید ما را که ما غلات خوارج هستیم و تکفیری هستیم و ما شما را میگیم که غلات مرجئه و جهمی هستید، یا که این مسئله رو هر دو وقتی که شما میگید که غلاتی ما غلاتی، وقتی که ما میگیم شما غلاتی تکفیری هستید، ما شما رو تکفیر نمیکنیم، یعنی غلات نمیگیم، ما میگیم غلو میکنید شما، تکفیر تو غلو میکنید. مقصد نیست شما کافر است. مثلا گفتم ما شما رو کافر نه،
اما وقتی که میگید که شما غلات جهمی هستید شما تکفیر میکنید. نه ببینید در مسئله همون غلات تکفیر جهمی اولو ان شاء الله یک روز بحث شد هم دیگر صحبت میکنیم. لیکن ما وقتی که میگیم که جهمی یعنی در همین باب سخن جهم رو میگید، سخن غلات جهم رو میگید در باب عذر دادن مشرک. اما من تکفیر ببینید تا به همین روز یگان نفر از طالب علمان اهل سنت رو تکفیر نکردیم. ما فقط تکفیر کردیم حاکمایی که به حکم غیر الله حکم میکند و لشکرش و اردوغان و کسی دیگر رو تکفیر که نکردیم. و البته محمد محیدین کبیری که البته اختلافی است، ما کفرش رو دیدیم و با او نزدیک هستیم، صحبت کردیم، یعنی از او با خبر شدیم، نه به خودش صحبت کردیم، از صحبتش با خبر شدیم. مسئله مسائل اختلافی است، کسی میکند و کسی او رو نمیکند. لیکن سبب گفتن ما این است در مسئله ما اختلافمون در مسئله عذر دادن به چی است؟ عذر دادن به مشرک است که با برادر شما صحبت کردیم و صحبت های خود شما رو من در یوتیوب دیدم و برادر شما هم همین صحبت رو تصدیق کرد که بله ما همین چنین هستیم که مشرک رو مشرک نمیگوییم. و تو منو به داعش یگان کس نمیگه که ما مشرک رو مشرک نمیدانیم. یعنی چی؟ هیچ برادر من نمیگه اهل سنت یگان کس غیر برادر یگان کس نمیگوید. ببینید مشرک رو هر کس مشرک میداند، اما اثبات کردن شرک در بالای اون انسان شروط ضوابط خودش را دارد. خبر دارم ما خوب میدونیم، ما هم طالب علم هستیم. ببینید شما که به نظر شما وقتی که من صحبت شما را گوش کردم وقتی شما دلیل میارید دلیل شما هم عام هست. فهمو برادرم عام شما میاره در چی میزنه؟ در خاص میزنید. وقتی یک شخصیت میاره در خاص مسائل عام رو بار میکنید. فهمو برادرم مشکلی دارن همین هست. محمد شریف اکی محمد شریف ابدوعلیم بیاید در همین مسئله یا در بین مردم یا در بین طالب علمان اهل سنتی که شما میبرورید من میبرورم در بین 20 طالب علم یا که تنها به تنها چگونه که خواستید یا که به احترام همدیگر یک صحبت کنیم تا که حق پیش رود. و من البته که به اون سخنی که گفتم بله من میگم که شما کفر نوع میتید من کفر عین میتیم. انا میقدر فرق من شما است همخیل است یا نیست؟ محمد شریف سخن شما کنده آمد همخیل است یعنی اختلاف من شما میگید که کسی که شرک رو میکند مشرک است لیکن ما کفر عین نمیدیم، بعد از قیام حجت کفر عین میدیم. ما میگیم که کسی که شرک اکبر رو کرد بله ما میگیم کسی که شرک اکبر رو واقع شد این مشرک است، بدون قیام حجت ما این رو مشرک میگیم لیکن خون مالش رو اگر جاهل باشد حرام میگیم و این کفرش کفر معذب نیست. اسم رو میگیره لیکن تکفیری که شما مشرک میگید اگر جاهل باشد واسه ما شرط ما هم همین است. اگر جاهل باشد شما میگید که ابو محمد وقتی شما بیان میکنید یک سخن در یک الهه میکنید که اون الهه گویا که ما را انحوز ندادستیم یا که انسانی که از شرک با خبر است یعنی که علم دارد معلومات دارد و در شرک میافتد گویا که ما را شرک مشرک نمیگیم مشرک میکنیم. نه ما انسانی که عذر ندارد یعنی که عذر بالجهل یا که شبههاش اگر که برداشته شدگی که باشد خلاص ما نه محمد شریف نه در این باره بره در این موضوعی که بیان کردین بین من و شما اختلاف نیست. این چیزی که گفتن اتفاق است. ما درباره انسان جاهل میگیم. بیاید حتی درباره انسان بگیم که 3 جای دارد، مثلا کسی که بودیه بوده است یا که کسی که حدیث اهل بالاسلام است یا که کسی که نشأ بین الکفار مثلا این معروف است. بله اینها علمای ما چی میگن؟ اینها میگن معذور هستند بالجهل لیکن در دنیا نعامل معهم معامله الکفار. اینها اهل فترات است حکمشون در این دنیا لیکن در روز لیکن خونشون و مالشون حرام است و در روز قیامت اینها امتحان میشوند و ما لیکن ما مشرکشون میگیم. انا اینجا اختلاف من شما است. در همینجا ما را شما میگن خوارج تکفیری و ما شما میگیم که بگیم انا چخیلی که روس نکنیم پنهان نکنیم بگیم جهمی. انا اینجا اختلاف ما. خب ان شاء الله از ما بردار کات درس من فهمو یا بردار ختم است از بردار اینجا بشینم من قد خدمت صحبتم که خوش خاصه محمد شریف بله محمد شریف من فکر میکنم شما یک طالب علم اهل سنت هستید. من چی میخوام ببینید من چی میخوام من میخوام برادر بیایید به خاطر حق پیش رفتن همچون یک دو طالب علم به هم دیگر
یک صحبت طولانی داشته باشیم، آهسته آهسته کتاب‌ها را به من روان کنید، من کتاب‌ها را به شما روان بکنم و ببینیم و متفق در این موضوع متفق باشیم و بعد از این الحمدلله ان شاء الله دعوت اهل سنت هم چی میشد پیش میراد. بیایید دلیل هایی که ثابت است در نظرتون به من رسونید. اگر خطا کرده باشم اهلا و سهلا، ما 4 دست پوره میبرداریم میریم به نزد شما. اما اگر من دلیل ها را بیارم از علمای اهل سنت در جماعت به کتاب هایشون، شما باید بدونید خیلی که خود شما وعده کردید که ما نتبع الدلیل نمیل حیث یمیل یا که ندار گفتید، همچنین بله همین دعوایی که کردید در دعوایتون ثابت باشید. دلیل اگر ثابت شد ما چیزی که دعوا میکنیم ما بدون شک شما ان شاء الله ثابت است. محمد شریف ابدوعلیم، شما کدامش رو افضل میدونید؟ برایم در بین مردم صحبت بکنیم یا که برایم در بین طالب علم جمع بشیم، طالب علم را جمع بکنیم، یا که هر دویمون در همین تلگرام صحبت داشته باشیم؟ خواهید خطی، خواهید صوتی، خواهید فقط به ارسال حجت. من به شما کتاب میفرستم صفحه فلان بخونید میگم، شما میخونید یگان کتاب به من میرسید صفحه فلان بخون میگید. این خیلی کدام راه رو انتخاب بکنید؟ برای که مسئله در نزد ما واضح است. این موضوع ان شاء الله اختباراتی با ان شاء الله با نتیجه آخر در برنامه صحبت میکنیم که چطور صحبت کنیم با ما. تمام به شما بله در کار بار خود که آوره که هستید مشغول هستید بفرمایید. من میخواستم در همین مسئله صحبت بکنم ان شاء الله. بله میخواستم با همین صحبتی ما پایان یافت ان شاء الله. آینده با صحبت میکنیم. شما میگم به کار خود که مشغول هستید مشغول باشید. وقتی که از کارها بیرون شدید به من انمی رقمی من است در ایمو ببینید، در تلگرام تماس گیرید. ما همیشه با شما در تماس هستیم. کدام نموده که خواستید ان شاء الله با هم دیگر بحث و مناقشه علمی میکنیم ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. تمام. ان شاء الله در تماس هستیم. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله.